سرخط خبرها: هشدار جدی وزیر دفاع افغانستان به پاکستان و منطقه: هیچ کشور حق نقض حاکمیت افغانستان را ندارد. آتش بس در دوحه: صلح واقعی یا تنفس مقعد در بحران افغانستان و پاکستان. پای ترکیه در درگیری میان افغانستان و پاکستان داخل شد. نشست بعدی کابل و اسلام آباد در استانبول برگزار می شود. فرمانده تفنگداران دریایی امریکا هشدار داد جنگ بعدی در راه است. سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها: هشدار جدی وزیر دفاع افغانستان به پاکستان و منطقه. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین از دوحه تاکید کرد که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد حاکمیت افغانستان را نقض یا امنیت آن را تضعیف کند. او گفت در توافقنامه اخیر میان افغانستان و پاکستان درباره خط دیورند بحث صورت نگرفته و این موضوع را مربوط به مردم دانست. وزیر دفاع افزود که در نشست آینده که قرار است در ترکیه برگزار شود درباره ساز و کارهای اجرایی توافق کنونی گفتگو خواهد شد. آقای مجاهد وزیر دفاع افغانستان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تضمین اجرای توافق آتش بس با پاکستان گفت که اسلام آباد با دو کشور میانجی وعده داده است. او افزود که در صورت هر گونه حمله یا نقض توافقنامه از سوی پاکستان، امارات اسلامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهد کرد. به گفته وزیر دفاع با امضای این توافق تجارت میان دو کشور به حالت عادی باز می‌گردد و افغانستان با در نظر منافع ملی خود روابط متوازن با همه کشورها از جمله پاکستان را حفظ می‌کند. مولوی یعقوب مجاهد همچنان در بخش دیگر از سخنانش تاکید کرد که باید در مورد رفتار انسانی با مهاجران افغان گفتگو و اقدام جدی صورت گیرد. هغه پر دې اساس باندې چې موږ هیڅکله هیڅ جهت یا هیڅ هیواد او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره یا زموږ هیواد تهدید کړي، زموږ حریم نقض کړي او یا زموږ امنیت اخلال کړي. آتش بس درست: صلح واقعی یا تنفس مقعد در بحران افغانستان و پاکستان. در پاسخ به سوال مبنی بر این که چی تضمینی برای عدم حمله مجدد پاکستان یا نقض توافقنامه وجود دارد، مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع ملی امارات اسلامی گفت که پاکستان تعهد خود را در مقابل دو کشور دیگر انجام داده است که اگر هر گونه تجاوز از سوی پاکستان انجام شود، افغانستان از قبل آماده پاسخ متناسب است. مجاهد همچنان گفت که توافق شده است که تجارت بین دو کشور به حالت عادی بازگردد و تاکید کرد که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل بر اساس منافع ملی خود به دنبال روابط خوب با همه کشورها از جمله پاکستان است. وی در مورد موضوع پناهندگان گفت که مذاکرات برای درخواست رفتار انسانی با پناهندگان افغان انجام شده است. مذاکرات کامیاب او مطلق اوربند اعلان شو او پر دې باندې توافق وشو چې دا اوربند به دوامدار وي، خو د دې اوربند او د یو بل سره د شو اړیکو د ساتلو او آینده سیاسي او اقتصادي پرمختګونو لپاره به یو میکانیزم رامنځته کیږي تر څو د قطر او ترکیه هیوادونو تر څار لاندې دغه میکانیزم کې د یو تخنیکی کمیټې کار وکړي او یو د بل سره د دې پر ځای چې دا مشکلات زیات سي دا راکم کړي. پای ترکیه در درگیری میان افغانستان و پاکستان داخل شد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنطولی گزارش داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور لحظه به لحظه مذاکرات افغانستان و پاکستان را دنبال می کرد. این خبرگزاری گزارش داده که گفتگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان در قطر 14 ساعت طول کشید و در تمام مدت رجب طیب اردوغان و دیگر مقامهای عالی رتبه ترکیه به صورت لحظه به لحظه از روند پیشرفت مذاکرات آگاه می شدند.
مذاکرات با پشتیبانی ترکیه و قطر در دوحه برگزار شد و در آن رؤسای سازمان‌های استخباراتی و وزیران دفاع دو کشور شرکت داشتند. آنتولی به نقل از منابع خود تاکید کرده که قرار است نخستین نشست کمیته تکنیکی پیگیری این توافق به زودی در استانبول برگزار شود. در افغانستان خاص بنیادین ما این است که اراده کنونی رویکرد فراگیر را در پیش گیرد تا جامعه را در بر گیرد و ارزش‌های انسانی را مورد توجیه قرار دهد. در این روند هیئتی است که جامعه بین المللی مردم افغانستان را تنها نگذارد و ترکیه در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد. فرمانده تفنگداران دریایی امریکا هشدار داد جنگ بعدی در راه است. فرمانده تفنگداران دریایی امریکا در مراسم گفت که جنگ بعدی در راه است و نیروهای او باید آماده هر سناریویی باشند. فاکس نیوز گزارش داد جنرال اریک اسمیت فرمانده تفنگداران دریایی امریکا روز یکشنبه در مراسم به مناسبت سالگرد تأسیس نیروی تفنگداران دریایی امریکا آنها را نیروی 91 امریکا توصیف کرد و هشدار داد که تفنگداران باید برای هر اتفاقی که در آینده رخ دهد آماده باشند. او بدون اشاره به کشور خاص گفت نبرد بعدی در راه است. تفنگداران آماده خواهند بود و برای جنگ و برای پیروزی باید آماده باشند. جدی ونز معاون رئیس جمهور امریکا نیز که در این مراسم حضور داشت مدعی شد این نیرو همچنان آماده نبرد و پیروزی است. پت هگزت وزیر جنگ امریکا نیز گفت تفنگداران دریایی زمانی که دیگران دچار تنزل شدند استوار باقی ماندند. طرح ترامپ در غزه در حال فروپاشی است. منابع عربی و امریکایی اعلام کردند که محور متشکل از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در کاخ سفید هشدار دادند که طرح دونالد را هم برای قصد در آستانه فروپاشی قرار دارد. در پیام ارسالی این کشورها آماده است تا زمانی که حمله سلاح‌های خود را حفظ کند ما روند اجرای طرح را ادامه نخواهیم داد. با گزارش اسرائیل هیوم این کشورها در پیام‌های رسمی با واشنگتن گفتند که تساهل میانجیگران مصر، قطر و ترکیه در برابر سرپیچی حماس از خل سلاح موجود تضعیف اجرای توافق شده است. عربستان هشدار داده در صورتی که امریکا و میانجی‌ها در برخورد با حماسید نشان ندهند از ادامه مشارکت در طرح عقب نشینی خواهد کرد و در کنفرانس بازسازی غزه که قرار است ماه آینده در مصر برگزار شود نخواهد نمود. غیبت ولیعهد محمد بن سلمان و حاکم امارات محمد بن زاید از نشست شرم الشیخ نیز نشانه از نارضایتی این کشورها از روند فعلی تلقی می شود. همکاری ایران، چین و روسیه برای به اعتبارسازی اسنپبک. وزیر امور خارجه در گزارش خود به هیئت دولت از همکاری‌های سه‌جانبه ایران، چین و روسیه برای به اعتبارسازی سازوکار اسنپبک و مقابله با تحریم‌ها خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت گزارش از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت به اعتبارسازی اقدامات یکجانبه اروپایی‌ها درباره ساز و کار موسوم به اسنپبک ارائه داد. عراقچی ضمن اشاره به موضوعگیری‌های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم اتحاد با 121 عضو در حمایت موضوع ایران اظهار داشت. امروز شاهد شکلگیری نو دو قطبی جهان هستیم. در یک سو کشورهای اروپایی و اقلیت همسو به آنان قرار دارند و در سوی دیگر اکثریت از کشورها به ویژه ایران، روسیه و چین که بر اصول استقلال چند جانبه گرایی و عدالت بین المللی تاکید دارند. پیش از این وزیر خارجه ایران در خصوص نامه مشترک چین، ایران و روسیه با گشود و رئیس شورای امنیت نوشت.
چین، ایران و روسیه تاکید می‌کنند که تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی آنچه به اصطلاح اسنپبک نامیده می‌شود، از نظر حقوقی و رویارویی از اساس نادرست است.